در شهر سرانسک پایتخت جمهوری مردوی روسیه از یک زوده تاجیکستان 5000 روبل قلبکی پیدا کردند. در این باره روز 3 ماه سال 2023 نشریه محلی مردوف میدیا خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه به پلیس خبر دادند که یک مرد 32 ساله تاجیکستان 5000 روبل قلبکی را برای عوض کردن به بانک آورده است. او گفته است که این پول در جیبش بود و آن را نفهمیده به ماشین لباسشویی انداخته است. در نتیجه پول خیلی فرسوده به نظر می رسید و مهاجر تاجیک آن را به بانک برده است تا عوض کند. این مرد تاجیک به پلیس گفته است که پول را به او پدرش که از تاجیکستان به مهمانی آمده بود داده است. پدر او به نوبت خود گفته است که این پول را به وی یکی از خویشاوندانشان که در روسیه در ساختمان کار میکرد همچون هدیه داده است. به احتمال غالب به این کارگر ساختمانچی برای اجرای یگان کار با چنین پول قلبکی حساب و کتاب کردند. مهاجران میگویند چنین حالتهای با پول قلبکی حساب و کتاب کردن کارفرماها در روسیه زیاد رخ میدهد. شهروندان تاجیکستان را برای این حالت اخیر شاید به جوابگری جنایتی نکشند، چون که سخن درباره دیده و دانسته به معاملات برآوردن پولهای قلبکی نمی رفت، بلکه این تاجیک‌ها خودشان هم جبر دیده بوده قربان فریب دیگران شدند.